میخوام که این دستبند خوشگل رو بهتون یاد بدم. این از 2 مرحله تشکیل شده، یکی بافت زیر هستش، یکی هم بافت رو. برای بافت زیرش ما به یه نخ و سوزن نیاز داریم. ابتدا میگیم که از با 2 تا رنگ منجوب و مروارید. من اومدم که از رنگ‌های دیگه استفاده کردم که تو فیلم مشخص باشه. برای این کار یه دونه نقره‌ای میگیرم، 2 تا صورتی. همین رو من تکرار میکنم تا 7 مرحله. دوستان عزیزم، این دستبند هست، من 7 مرحله براش در نظر گرفتم. شما میتونید 9 تا هم مرحله پیش برین. الان من بهتون توضیح میدم چجوری هست. 7 تا من سر انداختم، اینجوری نگاه کنید. یه دونه رنگ دیگه، 2 تا صورتی به همین حالت، یعنی اینا تقریبا 7 تا بشن. چجوری شمارش میشن؟ اینجوری 1 مثلا 2 3 4 5 6 7. شما میتونید 9 تا هم پیش ببرید. تا این قسمتی که سر انداختم، حالا سوزنم رو خالی از سومین منجوب نقره‌ای، یعنی این نه از این یکی، سوزنم رو خالی رد میکنم و اینجا یه پل تشکیل میشه. دوباره این مرحله، این بار من میام 2 تا رنگ صورتی، یه دونه نقره‌ای و 2 تا دیگه صورتی میگیرم. نقره‌ای، سوزن رو بالا میارم و یه پل دیگه تشکیل دادم. بازم تکرار میکنم، 2 تا نقره‌ای، 2 تا صورتی، یه دونه نقره‌ای و 2 تا صورتی دیگه. توی این مرحله دیدین که گفتم پل تشکیل دادیم. حالا به این نقره‌ای که رسیدیم، باز دوباره 2 تا صورتی، یه دونه نقره‌ای، 2 تا صورتی دیگه. از این رد میکنم، از این رد میشه. یه پل دیگه به من داد، بازم 2 تا صورتی، یه نقره‌ای، 2 تا صورتی دیگه. ببینین کاری به اون ندارم، اینو میگیرم. بازم تکرار. من تا اینجا رو بافتم، به این حالت میشه. خب بعد از اینکه تا اینجا رسیدم، خب اینو من ادامه میدم به اندازه دور تا دور مچم، اندازه میزنم که بتونم مرحله بعدی رو ادامه بدم. وقتی کلا کارم تموم شد، من یه نمونه اینجا براتون بافت زدم، مثل همون چند تا مروارید گذاشتم روش. روی این یکی من بهتون توضیح میدم که مرواریدا رو چجوری روی این سوار کنیم. ما کاری به صورتی ها دیگه نداریم، کارمون با نقره‌ای هاست. اینجا یه دونه مروارید برمی‌داریم، از این کلیسا، از این منجوق نقره‌ایمون رد میکنیم. دوباره یه دونه مروارید دیگه از این منجوق نقره‌ای رد میکنیم.